7 می سال 2025 به افتخار روز رادیو، تلویزیون و علاقه تاجیکستان مراسم تنتنوی با حضور راهبران وزارت اداره ها برگزار گردید. سردار خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اسفندیار سعدالله در سخنرانی خود سهم رسانه ها و نهادهای تکنولوژی را در رشد اینفراستراکچور رقمی و علاقه مهم ارزیابی کرد. با سپاسنامه و عنوان استاد علاقه شخصیت‌های زیرین سرفراز گردیدند: خورشید فیض‌الله زاده، دیرکتور اگنتی اینواسیون و تکنولوژی‌های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان; سهراب علیزاده، معاون رئیس کمیته تلویزیون و رادیو; سعدی صمدزاد، دیرکتور کارخانه واحد دولتی شهر هوشمند; فیض‌الدین خیرالدینزاد، دیرکتور گنرالی جمعیت سهامی کشاده تلرادیوکام و چند از راهبران شرکت‌های موبیلی و کارخانه‌های صحوی. هفته‌نامه تاجیکستان نیز برای همکاری پرثمر و سهم نظررس در رشد اطلاعات و ساحه علاقه با سپاسنامه مخصوص سرفراز گردید. این نشریه که سالهاست با زبان ملی، مضمون عمیق و نگاه سازنده فعالیت می‌کند، میان مردم اعتباری بلند دارد.